پیامبر صلی الله علیه و سلم یه روز نماز بامداد خوندن، نگاه کردن که مردم بسیار جمع شده است نسبتا به دیگر روزها. گفتن که لعلکم سمعتم بقدوم ابا عبیده، شاید شما به قدوم ابو عبیده آگاه شدید، شنیدید. ابو عبیده باید از بحرین جزیه می آورد، جزیه که کافرها هر سال میداد برای دولت اسلام. از عکسش هست، از ما میتیم برای اونا، از خاری و ذلت ما. نسأل الله سلامت و عافیت. وقتی آمدنش که شد نماز بامداد آدم بسیار شد است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم تقسیم میکردن، یعنی حق مردم است، حق پیامبر نیست صلی الله علیه و سلم. بعد گفتن که شاید شما از آمدن قدوم ابو عبیده آگاه شدید، شنیدید؟ گفتن که بله یا رسول الله، اونا دروغه نیم و خالصا لله آمدیم و برای خدا آمدیم، برای نماز آمدیم. نه، بله یا رسول شنیدیم. راستش گفتن. واقعا اونها پاکترین مردم، قلباشون پاکترین آدم ها بودن، صحابگان کرام. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که والله ما الفقر اخشى علیکم، من بعد وفاتم به کمبغلی نمیترسم. گفتن مثلا بسیار پدرها برای فرزندش فکر میکند که این فرزندم خانه ندارد، همین فرزندم خانه دار نکردم ده، یا اینکه فقط دعاشم این که این فرزندامو خانه به در کنم، هم مغمش همین فرزندای خانه به در کنم، همین قدر از همین دنیا آرزو دارد. فکر و خیالش این فرزنداش خانهش باشد، کارش باشد، پول و مالش باشد، زن و فرزنداش باشد، خاطرش جمع. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ من الفقر اخشى علیکم، من بعدی وفاتم اگر شما کمبغل باشید نمیترسم. گفتن لیکن من از بایگری میترسم، اگر شما بای باشید من میترسم. گفتن بنابراین یعنی پدری حقیقی میترسد برای فرزندانش از پولدار بودن آنها، تا اینکه پول مال آنها رو ویران نکند، خیلی که پیشین مردم رو ویران کرد. آدمی کمبغل همیشه ذکرش در وقتش، همیشه تهجدش در جاش. کسی اگر از پولدار شده باشد زمانی کمبغلش یه بار فکر کند. همین نه شوروی تمام شده بود، کم کم بیزنسمنای موفق اخیتای بار مزدگی شدن، تا بار اخیتای آمدن تهجد ترک نمی کردن که بارامو بیاد، ولی باوریشان نیست که مالی مسلمان در پیش بزرگوار همه وقت مالا قبده میگشتن اون وقتا. یعنی پول یک جای بیگانه داده با وگان با بار کرده، خودشان سمالات که آمده اینجا پایده نشستن در خوجند، بسیار مشکل بود برایشان. هر شب تهجد میخوانن که بارامو صحت سلامت بیاد. انا وقتی که پول و مال بسیار شد، شرایط ها وسیع شد، دیگه نه تهجد، نه ذکری خوب، نه ذکری سحر و بیگاه. نه خودتون حس کنید وقتی نه درد دارید نه مشکلی داره، همه شرایطاتون خوب شود، به جای بسیارتر ذکر کردن کم عبادت میکردگی میشید، فراموش میکنه. آدمی کمبغل چی؟ همیشه در ذکر الله تعالی، همیشه در دعا حرکت میکنه، کوشش میکنه. یا آدمی که درد دارد، مصیبت دارد. بنابراین برادرها قناعت یاد گیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بنده یکی از نعمت‌های بزرگی که بنده داده شده است این قناعت. قناعت یعنی با اون چیزی که الله تعالی برای شما داده است به همون قناعت کردن، صبر کردن. حرکت کنید لیکن به راه درست. الله تعالی برای هر یکی ما و شما توفیق دهد. بله.